منو رو بزن اولی رو سه بار بزن اولی مو بزن صبر جور شد والا کریمش خراب میشه نه دیگه خلاص بچه‌ها امروز استاد نه شاگرد عزیزمون آقای کریم یکی از شاگردای مثلا بعد از 3 دوره تونسته یاد بگیره و الان میخواد لاطرفش رو تمرین کنه نگو چه خواهی لاشی ترین تیم گروه یو سری شش افتر دستی 13 یو بوم رسول بلنده سازی آقا کریم تو این 3 روز میشه دوره میبینی چرا یاد نمیگیری بچه‌ها این کسی که تصویر میبینه 3 روز دوره دیده دوره آموزشی VIP و الان میخواد تمرینشو بکنه و آرتشو بزنه و ویدیوش هم داریم ویدیو 3 روز گذشتهش که چجوری آرت رو تمرین میکرد نمیتونه آجی بزنه آجی اینکه تا آرتشو میزنه بیاریم آقا منصور رو ببینیم اینجا چه غلطی میکنه به کالا مقصد 13 یو اینجا برام میفریسته آقا کری داره چه کار میکنه بس دیگه آجی سوزون پشماش ریخت برخی کجا اومد آماده ای؟ برو تو کارش آقا کریم ببینیم چی آرتی میزنه هر چی بزاری بزن ولی خوب بیایا خراب بیاد دیگه نمیذارم بری کرده اکسپری لایر میزنم بزن لایر بزن ببینید تو کاپو چیزی آرت میزنم نه لایر هم نمیشنه واه آقا کریم چی داره در میاره برای ما واو نایس حالا که پروانه شاگرد عزیزمون امروز تونست اون پترن دلخواشو در بیاره با درسای خونگی استاد راضی هستی؟ بله چی؟ شاگرد کی میخوای بزرگ تو سعی سعی برو استادت منم بله استاد کریم زدی روی و این آرت زدنه نکن با ما با همون میزنی واجی نکن دوستان عزیز کسی که در تصویر دیدید آرت زد جناب آقای کریم یکی از شاگردای جدیدمون بود از ظرف 3 روز تونست یه لایر خیلی قشنگ در بیاره و تشویقش کنید افتخار داره آره و اینم که دیگه رفت دست 13 یو استاد بهنام چی کار میکنه؟ چی اول اینکه باید شیر رو زیاد نریزی خب احمد پرش کرده بودی دیگه خوردش کنی خب برو بعدی بذار پرش کرده بودی خب آرت چی باشه از الان بگو بری از روزتای خیلی خفن روزتا اصلا روزتا چیه آجی؟ گاه میخوری تو استاد ادعای دوره آموزشی میذاری روزتا چیه میگم من برات سوال میزنم که بگی کم که داری نه برو همون چیزو بزن روزتا پس هم بریم برای روزتای آجی کریم که یکی از شاگردای عزیزمون بود استاد بود آزاش اینه که ما براش روزتا بزنیم و شما تا تکنیک بومون باشید ببینه چی گوی میکنه استاد نه استاد چی گوی میکنه برای آقای کریم کار درست کنیم اختیار داره دوره آموزشی چند استاد اینو؟ برای شاگرد عزیزمون که اسمش کریم بود تخفیف گذاشته بود چند؟ 10% تخفیف گذاشته بود آقا دوره قیمتش چنده؟ 20 دلار گاه خوردی او یک از رفی نسل 13 یک ویدیو باز میگوش یا اینکه آرد چیز ما آماده میشه بود یک نفر از رفی نسل 13 خب شما چی گفتنی داریم اگه 200 دلار آقای منصور خان؟ شما گویده خوبی نیستیم اینجا گنگ گاه خورد کردیم کلام بازی میکنی؟ برو آماده ای؟ استاد بینم خب پس گفتی روزتا باشه ها؟ روزتا خفن بزن ببینی چی میشه نالک و پروانه واو خوب شد استاد بینم استاد بینم یعنی چیه؟ روزتا رولز رویز اند
این روزتانه؟ آلو این به فکرم روزتانی نگاه شکل یو خب با این چقدر افتخار داره که این بار ساخته شما افتخارش میدیم دست آقای کریم اقبال که یکی از شاگردای عزیزم اختیار داری فقط یک فلر برو بیرون چطور بری فیلم باش این بود از آرزو من می‌بینه عالیه با کریم was برو بیرون دلی تو دستش نمون I've been really trying, baby. سالم چی؟ چه حسی داری؟ چه حسی داری؟ بینم بگیر کارو